کاری که با صورت او کردند، ماسک ضد انسانیت، فاشیسم و ارزش نگذاشتن برای جان یک انسان بود. خیلی کار ضد انسانی بود. آنها همیشه بر این عقیده بودند که قدرت حقیقت ضعیفتر از حقیقت قدرت است و عقیده من درست برعکس آن است. لحظاتی رو می‌گذراندیم که واقعاً وحشتناک بود. مواقعی بودش که وقتی به خیابون میرفتی باید برمیگشتی پشت سرت نگاه میکردی تا ببینی کسی دنبالت میکنه یا نه، برای اینکه میدونستی که تمام مکالمات تلفنیت رو گوش میکنن. میدونستی که دنبالت میکنن تا ببینن با کی ملاقات میکنی. ولی میدونی بعد از اتفاقی که برای همکار من گیورکی گونگادزه پیش اومد، دیگه هیچ چیز برام ترسناک نبود، چون بالاترین کاری که میتونستن بکنن این بود که تو رو بکشن. یورگی تنها کسی بود که جرأت کرد که در برنامه زنده تلویزیونی از کوچما در مورد فساد در دولتش بپرسد. یکی از ژورنالیست‌های نزدیک به کوچما، پیوشک، نزد یورگی آمد و گفت میدونی که بازی پرخطر و مرگباری را شروع کرده ای؟ این مطلب به خوبی نشان میداد که عوامل کوچما اعمال یورگی را تحت نظر داشتند. من اصلا قبول نمی کردم او مرده. من برای 1.5 ماه تمام آرزو می کردم که او به خانه برگرده. در خیابان که راه می رفتم دور و برم و نگاه می کردم و به خودم می گفتم همین حالا از این طرف یا اون طرف پیداش می شه و من می توانم بگویم که درست در ماه نوامبر 2000 بود وقتی که ما مطمئن شدیم که گیورگی گونگادزه کشته شده است. بعضی از افراد رده بالای دولت در این مسئله دست داشتند. یکی از نمایندگان مجلس به دفتر ما آمد و یک نوار صدا با خودش همراه آورده بود. نوار را که توی دستگاه گذاشت و راه انداخت، من شوکه شدم. نام منو آورد و وقتی کوچما نام یورگی را آورد شروع کرد به خندیدن. برای من مثل روز روشن بود که کوچما در این کار دست داره و وقتی خبر را شنیدم برای خودم احساس بسیار خطر کردم.